سلام، به 38مین ویدیو انگلیسی در 1 دقیقه خوش آمدین. در این ویدیو لاگ این و لاگ اوت با هم کار میکنیم. ببینید دوستا، لاگ این وارد شدن این زیادتر برای اکانت استفاده میشه که شما وارد اکانت خود میشین، لاگین میشین. بعدیش هست لاگ اوت، یعنی خارج شدن. لاگ این و لاگ اوت. ساین این و ساین اوت هم داریم و ساین اپ هم داریم که او را در جلسه بعدی باز بخیر میخونیم. خب میریم مثال ها رو میبینیم. مثال اول است، میگه she logs into her account. او وارد اکانت خود میشه. she logs into her account. بعدش است میگه I log out of my Facebook account before leaving to ensure the security. خب میگه پیش از اینکه من ترک بکنم فیسبوک خود لاگ اوت میکنم که مطمئن شوم از امنیتش. That's it. See you in the next video.